فرزند ادب باش نه فرزند پدر، فرزند ادب زنده کند نام پدر. روزی چوپانی از گوسفندش پرسید چرا تو از گرگی نمی ترسی؟ گوسفند جواب داد بابایی تمام شد بیام دودتو بشورم؟ بگو بابا بزرگ بیاد. بابا بزرگ چرا؟ دستاشون نسال میده. تفتقین نبترت. پسری که شب تا صبح کنارت میخوابه ولی بهت دست نمیزنه، میدونی چه پسریه؟ دکتر نرو بیا جلو بیا دستمو بگیر ببین درصد الکل. من از دوحه اومده بودم اینجا به خاطر اینکه خواهرم گربه‌شو از دست داده بود. منم دلم برای سگم. امشب عروسی هستی؟ خواهرت چی رو از دست داد؟ گربه‌شو. متاسفم. یا رحمت الخاتمة الصلوات.